بسیار تشکر از شما و همکاران شما. نشست دوحه یک دریچه هست که برای صلح باز شده. انتظار مردم افغانستان، حکومت افغانستانی است که این دریچه به یک دروازه کلان بدل شود و افغان ها بتواند در یک گفتگوی مستقیم مشکلاتی که بیشتر از 40 سال است این را حل کند. ما با شروع گفتگوها بسیار خوشبین هستیم، ولی طبیعی است که یک رویدادی که 42 سال بیشتر وقت گرفته و در یک هفته و یک شب و یک ماه قابل حل نیست. بنابراین همه باید با حوصله‌مندی، با تدبیر این گفتگوها را تعقیب کنند و از گفتگو نباید خسته شویم و نباید حوصله ما زود به پایان برسه. ولی ما در عین حالی که به نهایت امیدوار هستیم به یک گفتگوی سازنده، در عین و از طرف دیگه نگرانی ها و مشکلات و چالش های هم وجود داره. برای نمونه در حالی که طالبان حاضر به گفتگوی صلح هست، اما در طی 2 هفته 650 حمله تهاجمی انجام داده. مردم این پرسش داره از حکومت و از طالبان که چطور ممکن است که در 2 هفته هم 650 حمله تهاجمی باشد و از اون طرف هم بحث صلح باشد. این تناقضات واقعا باید حل شود. ما امیدوار هستیم که طالبان در عمل نشان بده باورمندیش به صلح و او ختم خشونت هاست. یعنی تفنگ ها باید خاموش شود تا در میز گفتگوها هر دو طرف بتانن در یک فضای مثبت صحبت کنه و مردم هم ثمره این گفتگوها رو ببینن. وقتی ما شما هر روز شاهد انفجار و انتحار و رویداد و یا مثل رویداد دیروز ننگرهار باشیم، باورمنده مردم هم به گفتگوها کاهش پیدا میکنه. به این خاطر طالبان هم اگر میخواد یک حسن نیت را نشان بده و به صلح بشردوستانه باید آتش بست بشردوستانه باید توجه کنه تا حتی برخی ولسوالی های ما که خدمات صحی و بشری در اونجا ممکن نیست در این فرصت او هم صورت. حکومت شما در جریان هستین که در حالت دفاعی فعال قرار داره. یعنی اگر بالایش حمله صورت میگیره یا کدام تحرک میبینه از طرف دشمن اقدام میکنه، ولی مخالفین همه روزه حالت تهاجمی داره. این چیزی که ما خدمت شما یادآوری میکنیم از 650 مورد حالت تهاجمی طالبان هست و رویداد دیروز ننگرهار که همه شهدا کودکان و افراد ملکی بودن، این هم یک نمونه هست. بنابراین انتظار که مردم داره، حکومت داره، این است که آتش بست به حیث یک قدم مهم باید صورت بگیره تا هم اعتماد سازی به نهایت بلند است و شعله های آتش بلند است. رسیدن به یک توافق واقعا سخت و دشوار هست، ولی اگر یک قدم مثبت برداشته شود در او فضا، بدون شک ما میتونیم شاید پیشرفت‌های خوب باشیم. برای حکومت اما نقشه راهشان مردم تعیین کرد در جرگه مشورتی صلح. حکومت مبناهای بسیار قوی که دارای مشروعیت است، دارای اجماع هست، او را به همراه داره. نشست مشورتی که در اون نمایندگان از 34 ولایت افغانستان از همه اقشار بودن، فیصله های مشخص کردن و همون فیصله هم سبب شد که بنبست ها در رابطه به آزادی زندانیان طالبان برداشته شود، برای گفتگوها حکومت آماده شود و از طرف دیگر قانون اساسی افغانستان خودش اساس کار ما را تشکیل میده. ما امیدوار هستیم که طالبان هم یک مبنای قوی برای گفتگو داشته باشد و اگر ملاحظاتی داره، شرایطی داره، او شرایط هم از یک منطق برخوردار باشد که خصوصا منافع اولیای افغانستان در او در نظر گرفته شود. ما تجربه های مختلف حکومت ها را در دوره های مختلف در تاریخ افغانستان داریم، ولی در همین عصر مردم جمهوریت میخواه. چرا؟ به خاطر که مردم میخواه که وقت یک کسی بر سر قدرت میرسه او با اراده مردم باشد، با رأی مردم باشد، اما اراده مردم را تمثیل کنه. شما در و مهمتر از همه که او حکومت باید به مردم پاسخگو باشد و او حکومت موروثی نباشد.
این ارزش ها، عناصر و مؤلفه هایی است که در جمهوریت هست. شما از هر شهروند افغانستان که امروز در پانتون است، در مکتب های دولتی است، خصوصی است، جامعه مدنی هست، نظرسنجی کنین، همه پرسی کنین، رفراندوم برگزار کنین، ما مطمئن هستم که جمهوریت طرفداران خاص خود داره. در این حال شاید امارات هم یک حلقه کوچک طرفداران خود داشته باشد، اما شرایط امروز جامعه ما تقاضا میکنه که ما جمهوریت حمایت کنیم، تقویت کنیم. چرا؟ به خاطر که در جمهوریت، در آینه جمهوریت همه خود میبینه و مهمتر از همه که اراده شما و اراده ما در رو تمثیل میشه و مهمتر از همه ای که ما و شما میتونیم حکومت یا هر که در مسئولیت میگیره او رو وادار به پاسخگویی کنیم. اما در دیگه مدل ها پاسخگویی نیست، واقعا تمثیل اراده مردم نیست و ما تجربه های موروثیش هم داریم، غیر موروثیش هم داریم. با درس هایی که از گذشته ما داریم، جمهوریت میتونه یک گزینه بسیار خوب و قابل قبول باشه. به او خاطر هم حکومت، خصوصا در جمهور و همین نسل امروز، طرفداران جمهوریت هست و من مطمئن هستم که طالبان هم در چتر جمهوریت هم جایگاه خود پیدا میکنه و هم منافع سیاسی که داره اونا میتونن در چتر جمهوریت اون منافع سیاسی خود به دست بیاره. هدف اصلی مذاکره است که ما به نتیجه برسیم. یعنی هدف گفتگوهایی است که ما از اهداف خود از لوله های تفنگ نباید تعقیب کنیم، بشینیم صحبت کنیم. خب ما از آدرسی که صحبت میکنیم، از آدرس مردم صحبت میکنیم. مردم افغانستان چی رو میخواه؟ بیاین طالبان از مردم نظرسنجی کنن، بیاین از مردم افغانستان سوال کنن، از 34 ولایت افغانستان سوال کنن مردم چی رو میخواه. آیا واقعا ما برای از آدرس مردم حرف میزنیم یا از آدرس شخصی چند نفر یا یک گروه خاص گپ میزنیم؟ اگه از آدرس مردم گپ میزنیم، بیاین از مردم سوال کنیم. واقعا خود شما باعث یک رسانه در 5-6 تا چوک در کابل، در ننگرهار، در قندار، مزار، هرات، بامین جا بریم مردم چی میخواد. واقعا ما باید تابع خاص مردم باشیم، تابع اراده مردم باشیم. در میزهای گفتگو هم ما باید اراده مردم تمثیل کنیم، نه چند نفره که در قطر ششته است یا از یک کشور دیگه آمده باشد. من مطمئن هستم که مردم جمهوریت میخواد. حداقل در 19 سال مردم برای جمهوریت ناخنهاشون قطع شدن، مردم شهید دادن، زخمی دادن، مردم پاسداری کردن. واقعا در بدترین شرایط صفهای طولانی زنان و مردان که به انتخابات میرفتن خودش نشان دهنده است که مردم جمهوریت میخواد. در عین حال که ما کاستی ها و مشکلات و نارسایی ها هم در پروسه های انتخابات داشتیم که هم باید حل شود. در اینکه مردم از برخ کارکرد حکومت ناراضی است یا از یک مقام ناراضی است، ما با شما هم نظر است. یعنی حق یک شهروند افغانستانی است که از لحاظ امنیتی در یک فضای امن باشد. خدمات شهری از برق گرفته تا مکتب و تا کلینیک و تا تمام امکانات شهری برایشان میسر باشد. به خاطر که در 19 سال میلیاردها پول برای به نام مردم افغانستان سرازیر شد و مردم حق داره سوال کنه که میلیاردها دلار کجا شد، به کجا مصرف شد. در این هیچ شکی نیست. ولی از طرف دیگه همین مردم هم انتقادات که مطرح میکنه و مشکلاتشون که بیان میکنه او در نظام جمهوریت ممکن است. در نظام‌های دیگه این زبان‌ها بسته است، دهن‌ها قفل است، این قلم‌ها شکسته است. جرأت نوشتن، جرأت گپ زدن، جرأت بیان کردن این صحبت‌های باز در رسانه‌ها نیست. در سایه جمهوریت ما میتونیم یخن حکومت بگیریم، ما میتونیم انتقاد کنیم، ما میتونیم پیشنهاد کنیم، ما میتونیم خود ما در یک پروسه انتخابات شرکت کنیم، خود ما مسئولیت به عهده بگیریم. اما در گزینه‌های دیگه‌شان این فرصت‌ها کمتر ممکن هست و مهمتر از همه که نسل جوان افغانستان که امروز بسیار جای افتخار است که دارای تحصیلات بسیار خوب است، یک نسل و یک سرمایه بشری بزرگ امروز در افغانستان با وجود آمده که اینا هم می‌خواید در یک پروسه تغییر دورانی خودشان بیاید همین مدیریت کلان کشور به عهده بگیرد، در شورای ولایتی، شورای ولسوالی، در ولایات، در پارلمان تا ریاست جمهوری و هم در جمهوریت ممکن است. او در امارات واقعا ممکن نیست، در حکومت‌های موروثی واقعا ممکن نیست. من مطمئن هستم که مردم افغانستان، نسل جوان افغانستان از جمهوریت حمایت میکنه، ولی مشکلات خود، انتقاد خود، پرسش‌های خود هم در
جمهوریت میتونن به شکل درستش صریحش مطرح کنن. همه شخصیت هایی که در حکومت افغانستان کار میکنن باید یک حوصله قوی برای شنیدن انتقادات داشته باشد و از اون طرف واقعا باید در دسترس باشد. یعنی یک شهروند اگر میخواهد با یک مقام حکومتی، والی، ولسوال، وزیر و حتی دفتر رئیس جمهور باید همیشه در دسترس باشد. او میتونه حضوری باشد، فیزیکی باشد، میتونه از طریق فضای مجازی باشد. فیسبوک هم امروز یک ابزار بسیار مهم است، یک رسانه شهروندی هست و اما متاسفانه ما خب مشکلات هم داریم که فرهنگ استفاده از فیسبوک در جامعه ما مشکلات خاص خود داره. خب صفحات جعلی هست، برخی ها به نفرت افغانی دامن میزنه، مسائل های تعصبات دامن میزنه، به وحدت ملی افغانستان از همین آدرس ها دامن میزنه و از اون طرف امنیت سایبری یک موضوع فوق العاده مهم است. این مسئولیت حکومت افغانستان است که به مردم و شهروندانشان اطمینان بده که امنیت فضای مجازی که شما استفاده میکنین تا چقدر این قناعت بخش است. یعنی فیسبوک خود ما غیر فعال شده است، ما در حکومت کار میکنن. از آقای فضلی رئیس اداره امور است غیر فعال شده است، از آقای سمیع حامد، از آقای منپال مقبله و همین رقم برخی کاربران دیگه. این مسئولیت کمیسیون مواصلات مخابرات پارلمان افغانستان است که با وزارت مربوطه باید صحبت کنه و وظیفه وزارت مخابرات است، اداره اطلاع هست که در بخش امنیت سایبری به مردم افغانستان اطمینان بده. وقتی کارمندای حکومت با چنین مشکل مواجه شد، طبیعی است که شهروندان دیگه بسیار به راحتی میتونه این مشکل سرش بیاید، ولی مردم باید مطمئن باشد که از صفحاتی که استفاده میکنه صفحاتش امنیت داره، مسئولیت داره، مکالماتش، مواصلاتش مسئولیت داره و از همه مهمتر امنیت سایبری برای کل افغانستان به امن نهادهای دولتی هم خصوصی هم برای افراد اشخاص به نهایت مهمه و این مسئولیت حکومت که با خصوصا وزارت مخابرات که به مردم اطمینان بده. خب یعنی ما باید درک کنیم که آزادی بیان با تهدیدات مواجه هست. فیسبوک یک ابزار هست و این ابزار وقتی به دلایل بسته میشه، محدود میشه، میتونه به نحو آزادی بیان با چالش مواجه کنه. ولی ما امیدواریم که یک مشکل تکنیکی باشد. ولی مهمتر از همه عین نگرانی رو که ما داریم، شما هم گفتین برایتان شما هم یک مشکل پیش آمده، برای دوستای دیگه ما، که وزارت مخابرات افغانستان باید به شهروندان اطمینان بده در قسمت امنیت سایبری در افغانستان. و اگر واقعا این مشکل وجود داره که هکرهای کار میکنن یا اداره فیسبوک کار میکنن یا کدام مشکلی در داخل اداره افغانستان هست، این باید به مردم واضح شود و هم شما و هم دیگه دوستا از این ناحیه اطمینان پیدا کنیم. و خوشبختانه که در کنار فیسبوک توییتر هست، ابزارهای دیگه هم هست. خب هم امکان داره، بله، چون خیلیار غیر فعال کردن، اما خب اگه هیچ کدامش نبود باز رسانه شما هست. کشورهای منطقه ما واقعا نقش فوق‌العاده را هم در ثبات افغانستان و هم در بی‌ثباتی افغانستان داره. حداقل تجربه دهه‌های اخیر نشان داده. چیزی که رئیس جمهور غنی همیشه برش تاکید داشته بود که رابطه ما با کشورها باید دولت محور باشد و وقتی رابطه ها دولت محور باشد ما شاهد همکاری های بیشتر خواهیم بود. ولی ما در طی سالهای اخیر واقعا در افغانستان آسیب های جدی دیدیم از گروه های تروریستی که اونا در کشورهای دیگه عقبه داشتن، پایگاه داشتن. سفری هم که اخیراً صورت گرفت خوشبینی های را خلق کرده. یعنی هم دکتر سید عبدالله بسیار خوشبین بود، هم صحبت هایی که اونا بیان کردن خوشبینانه بود. ولی تقریباً 2-3 روز بعد از همین سفر ما شاهد رویداد ننگرهار بودیم، ما شاهد جنگ 20 ولایت افغانستان بودیم. ایمی لبخندها و همین عکس یادگاری گرفتن ها و چک کردن ها و این خوشبینی ها تاثیراتش ما باید روی افغانستان باید ببینیم چه تأثیری در امنیت افغانستان کرده و چه تغییری به وجود آورده. و زمانی که تغییری به وجود نیاید، کدام تأثیر مثبتی در فضای افغانستان
با وجود نیاید، بنابراین خوشبینا میتونه خوشبینی کاذب باشد یا غیر واقع بینانه باشد. کل مردم افغانستان یک چیز میخواد، میگه که باید بین سیاست اعلامی پاکستان با سیاست عملی پاکستان باید یک هماهنگی باشد. یعنی یک چیزی که اعلام میکنه باز در عمل یک چیز دیگه است. ما انتظار ما همی است که این سیاست اعلامی پاکستان چیزی که اعلام میکنه با چیزی که عمل میکنه یک شود، که آیا واقعا پاکستانی‌ها به این مرحله رسیده یا نه. ولی توقع همه است که چنانچه در افتتاح دوحه تقریبا 20 وزیر خارجه کشورهای مختلف حضور داشتن، همه از صلح صحبت کردن، از حمایت از حکومت افغانستان صحبت کردن. امیدوارم که همه کشورها با این نیت نیک این پروسه را حمایت کنه و همه درک کنه که مردم افغانستان واقعا چقدر زجر دیده، چقدر قربانی دیده و چقدر شهید و زخمی دیده. و ما هم انتظار دارم خوشبینی‌هایی که دکتر سید عبدالله داشت و خوشبینی‌ها واقعا در افغانستان جنبه عملی داشته باشد. یک چیز میخوایم به صراحت بیان کنیم که ما نباید اسیر گذشته شویم که در گذشته چی بوده، این جریان با جریان دیگه ناسازگاری داشته یا خوب بوده یا بد بوده. اگر ما بخوایم زخم‌های کهنه را دوباره سرش تمرکز کنیم یا اسیر گذشته شویم، طبیعی است که جنجالا امکان داره دوباره در افغانستان زنده شود و قربانی بگیره. ما باید به آینده نگاه کنیم و در آینده باید همه شهروندان افغانستان ببینن، مثل که در 19 سال همه آمدن به شمول آقای حکمتیار که مدت زیاد علیه همین حکومت معترض بودن، آمده فعلا تحت چتر همین نظام و همین قانون اساسی خود کاندیدای ریاست جمهوری کردن، پسرش کاندیدای پارلمان شدن و از اون طرف شما دیدین مولا روکتی هم یک وقت کاندیدای پارلمان بودن، از اون طرف آقای علومی هم یک وقت در پارلمان افغانستان بود، وزیر داخله شدن. همه جریان ها در همین 19 سال خود در آینه همین حکومت دیدن، در عرصه‌های مختلف خود تبارز دادن. شمار زیاد از طالبای سابق همینجا، شمار زیاد از احزابی که وابسته به خلق و پرچم بودن در همین 19 سال مسئولیت‌های اجرایی داشتن در حکومت. اعضای حزب اسلامی در همین حکومت مسئولیت اجرایی داشتن، وزیر بودن، آقای حکمتیار کاندیدا بودن. یعنی همه باید خود واقعا در نظام ببینن و مهمتر از همه که میلاک و معیار برای تجمعات و گرد همایی‌ها قانون هست. ما قانون تجمعات و اعتراضات و گرد همایی‌ها داریم و هر کسی که میخواد یک برنامه بگیره در چارچوب قانون میتونه از نهادهای رسمی مجوز بگیرن و دولت مکلفه که تامین امنیت کنه و مسئولیت‌های لازمه برای همه فراهم کنه، چیزی که در دوره انتخابات برای همه فراهم میشد. و چیزی که من بهش معتقد هستم اینه که در یک کشور باید صدای همه شنیده شود و فرصت برای ابراز بیان برای همه باشد. ما فضا را باید به گونه‌ای بسازیم که او فضا یک گفتمان سازنده باشد. یعنی شما هم نظر خود بگین، من نظر خود بگیم، دوستم نظر خود بگه، شهروند دیگه ما هم نظر خود بگه. قضاوت مردم میکنه، اینکه مردم دیدگاه شما رو میپسنده، دیدگاه من رو میپسنده، دیدگاه دوست دیگر رو میپسنده، متعلق به مردم است. و اگر ما بخوایم فضا رو باز تنگ کنیم و محدود کنیم، دقیقاً ما تجربه های تلخی در گذشته بوده، باز ما با ما مسیر پس برمیگردیم و نباید به اون مسیر برگردیم. ما خوشبختانه فعلا برای اولین بار است که در بحث صلح به اجماع سیاسی دست پیدا کردیم، چیزی که حداقل تا یک سال پیش نبود. شما در نشست مسکو دیدیم که یک بخش سیاسی اونجا رفت، در نشست اول دوحه یک بخش محدود رفت و امروز یک اجماع سیاسی اینجا به وجود آمده و همین نقطه قوت حکومت هم هست، نقطه قوت سیاسیونی ما هم هست. خب طالبا کوشش میکنن، چیزی را که در مقدمه شما اشاره کردین، بحث‌های مذهبی را دامن میزنن. هدف اونا است که واقعا یعنی چطور مردم افغانستان رو پراکنده کنه، متفرق کنه، چند دستگی به وجود بیاره. و من مطمئن هستم که طالبا با شیعه ها مشکل نداره. اگر مشکل می داشت مثلا طالبا با ایران رابطه بسیار گرم داره. ایران هم یک کشور
شیعه مذهب است. بله. و ملا اختر منصور از ایران آمدن هدف قرار گرفت در مرز افغانستان و در مرز ایران و پاکستان. این مسائل مذهبی برای اونا مهم نیست. شاید ما تو مطمئن هستیم که طالبا با مو پیمانه اگر با پاکستان رابطه داره، با مو پیمانه میتونه با ایران هم رابطه داشت، چون حیاتایشون در رفت آمد است. او بحث ها بیشتر به هدفی است که ما را متفرق کنه، بیشتر بحث های انحرافی هست. مردم افغانستان اتفاقا در بین تمام کشورهای اسلامی از لحاظ همپذیری مذهبی نمونه است. یعنی شما در تمام کشورهای اسلامی ببینید به این اندازه که در افغانستان شیعه و سنی در کنار هم است، برای همدیگه قربانی میدن و در کنار هم است. در هیچ کشور اسلامی دیگه این گونه نیست. یعنی نمونهش محرم، ماه محرم شما میبینید همه مساجد و تکیه‌خانه ها هم در کنار هم هستند. و حتی چند باره که برخی مساجد اهل تشیع اینجا هدف قرار گرفت، رئیس جمهور به علما گفتن که برند مساجد اهل تشیع اگر هدف قرار گرفت یعنی همه ما هدف قرار بگیریم. و همینطور که شهروندای ما ابراز تاسفش، غمشریکیش خودش نشان دهنده است که ما یک هستیم، واقعیتش هم یک هستیم. وقتی اگه انتحار در شهر کابل میشه، کس با جنازه های کنج افتاده کس مذهبش نمیبینه، قومش نمیبینه، زبانش نمیبینه. یک تصویر از یک از رویدادها بود که در سطح سرک همش کفش ها بود. او کفش ها از یک انسان به جا مانده بود. کسی نمیگفت که مذهب چیه، قومش چیه، زبانش چیه است. یعنی هر شهروند افغانستان قربانی داده، هر شهروند افغانستان از جنگ خسته شده، هر شهروند افغانستان غم دیده، مصیبت دیده. این بحثایی که طالبان مطرح میکنه واقعا بحثای انحرافی هست، به هدف جدا کردن مردم هست. امکان داره فردا بحثای دیگر رو مطرح کنه که چرا فلانی مارشال شده، چرا فلانی قهرمان ملی شده، چرا فلانی شهید وحدت ملی میگن، پس ملا برجان هم یک لقب بدین، ملا هیبت الله هم یک لقب بدین، ملا برادر هم یک لقب بدین. طبیعی است که جنجالا و موضوعات دیگر هم اونا مطرح خواهد کرد، ولی ما نباید شکار جنگ روانی طالب باشه. من واقعا افتخار میکنم که به حیث یک شهروند در افغانستان هستم و خودت به ما حیثیت یک برادر و یک دوست به ما داره و کل ما و شما در یک قطار هستیم، در یک موتر هستیم، یک آینده مشترک داریم و هر مصیبتی که بر هر شهروند افغانستان به مصیبت به جان خود میدونم و هر موفقیت و هر خوشی که برای یک هموطن ما به اون موفقیت خود میدونم و ما از غم و اندوه شهروندایی که در ننگرهار آسیب دیدن اما مقدار متاثر هستم که اما مصیبت سر فامیل ما بیاید. یعنی ما جزء جداناپذیر هم دیگر هستیم. اصلا تقسیم کردن شهروندان افغانستان محاله. شما در همین کوچه سنگی برین چرا تفکیک میکنیم این مردمه؟ شما در پول باغ عمومی برین، شما یک قطار بزرگ از مردم میبینید. شما در ننگرهار برین، در قندار برین، در هتل‌ها برین، چطور تفکیک میتونین که کی از کدام قوم است، کی از کدام مذهب است؟ و زیبایی افغانستان این درمی منظره های زیبا است، این درمی کنار هم بودن است و درمی عواطف بسیار خوبی که مردم به هم دیگه داره در این هست. کسی ما را واقعا جدا نمیتونه، امکان جدا شدن نیست. خب طبیعی است یک تعداد سیاسیون شاید تحت نام قوم و مذهب و زبان و سمت و اینا تجارت کنن، اینا از این آدرس ها برای خود رأی بگیرن، از این آدرس ها برای خود دکان سیاسی باز کنن. ولی مردم یک آدرس داره، یعنی به حیث شهروندان افغانستان اونم یک آدرس است و آدرس دیگه وجود نداره. و نسل امروز خوشبختانه که همین موضوع درک کردن. شما سابق میرفتین در لیلیا، شما در پانتونی جو میرفتین، در اتاق عکس رهبرا رو میدین، ولی امروز ما عکس‌ها نیست. چرا؟ به خاطر که نسل امروز راه خود پیدا کردن. آدرسشون ما افغانستان است و اینمی شهروند بودن است و یک زندگی شهروند محوری رو میخواه. همه با هم هستیم، با هم برابر هستیم، با هم برادر هستیم و احترام به خواهران و برادران وجود داره
و همه باید خود در این نظام و این آینه ببینه و فرصت برای همه باید باشد و ما اسیر گذشته نشویم، با آینده نگاه کنیم و موفقیت افغانستان، موفقیت نسل امروز در همین آینده نگری ما شماست.